قدم قربان یک سراینده بے شرمی است که سن سالش به جای رسیده است ولی چطور که میبینیم از کار حرام دست بردار نیست. اینها کسانی هستند که در جامعه بے حیایی را پهن میکنند و جوانان مسلمان را به کارهای شیطانی دعوت میکنند. چندین بار در مصیبت‌های گرفتار شد ولی باز هم برایش عبرت نشد. اکی قدم، چرا از کار حرام دست بردار نیستی؟ چرا در فکر توبه کردن نیستی؟ چرا انتظاری؟ خداوند تا بر سرت عذاب نفرستد توبه نمیکنی؟ تو کسی هستی که در جامعه آشکارا بے حیایی را پهن داری. آیا میدانی جزای کسی که بے حیایی پهن میکند چیست؟ خداوند در سوره نور کسانی را که دوست داشتند که در بین مؤمنان بے حیایی پهن شود به عذاب دردناک در دنیا و آخرت وعده کرده. آنها خودشان بے حیایی را پهن نکردند بلکه فقط دوست داشتند که در بین مؤمنان بے حیایی پهن شود. پس ای کسانی که خودتان بے حیایی را پهن دارید چی گمان میکنید؟ آیا نمی ترسید که عذاب خداوند بر سرتان آید؟ اکی قدم، مبادا مرگ به سراغت بیاید در حالی که از این همه گناهان توبه نکرده باشی. قسم به ذات الله که روز قیامت از این همه کارهای حرامی که در پوبلیک انجام میدهی سخت پشیمان میشوی و عذاب دردناکی در انتظار توست. این وعده پروردگار است، یقین بدان.